بزن خودم باید برشش میدم. شروع کردی؟ خب بچه ها ضرب اشار، میخوام ضرب اشار رو بگیم آقای محمدی. میایم اولین کاری که میکنیم میگیم آقا تعداد رقم های بعد از اشار، یه رقم دو رقم، میگیم ما این دو رقم اینجا، یه رقم دو رقم سه رقم هم اینجا، رو هم میشه چند رقم؟ حالا میگم بدون ممیز می‌نویسیم، بدون ممیز می‌نویسیم اونا رو. میگیم آقا 12 0 ضرب در آقا گفتیم یه نکته خیلی مهم بچه‌ها، یه نکته خیلی مهم. اگر بعد از اشار صفر بود پشتش هم صفر بود خونده نمیشه، همون 7 میشه. خب یه سوال، اگه بعد از اشار صفر بود پشتش عدد دیگه بود چی؟ اون عدد باید بزنیم مثل همین. خب حالا میام ضربش میکنیم، میگیم 7 5 تا میشه 35 تا، 3 تا میره بالا، 7 0 تا 0 تا با 3 تا 3 تا، 7 2 تا 14 تا، یکی میره بالا، 7 یکی 7 تا با یکی میشه 8. حالا میگیم سراغ میگیم آقا 5 رقم بعد از اشار داشتیم درسته؟ میشماریم میگیم آقا 1 2 3 4 یه رقم کم داریم دیگه صفر میذاریم، یه ممیز هم میذاریم. پس نکتهش این بود که اگه اصلا نکته داخل همین عبارت هم اگه بعد از اشار صفر بود پشتش عددی غیر از صفر بود اونو میذاریم، یعنی حساب میشه. ولی اگه بعد از اشار صفر بود پشتش هم صفر بود تو ضرب حسابش نمی کنیم، ولی اینجا حساب میشه.